اما برسه که درس را کینه سلام علیکم. مونده نباشه ماما جان. خیریت جان جوره. سرا ماما غلامت دوتیری همینه؟ بله. شما پیار خود صدا کنین. پیدا کردم. گردن من باشه میجوگای میبینی خیلی بینم این مردم. اشتا مقبول آدرس دادم به من گفتم من برو زیر می درختا سفید چنار. کی نده سرا؟ او ما تو داده بودیم بخشت پاک و تمیز کنه که اینا با بخیر پیاز چیزی بکنه تو اینا قرار داده شما به چهار کن برس نمیکنی چی سلام علیکم. مونده نباشه. علیکم سلام. مونده نباشه. جان شما جور ماما. خوبه. زنده باشه. ماما غلامت دوتری شما نه؟ بله. شما من گیلک و ولد خدا بیامرز. انا مادر من اینجایم. من بیامدم پیش مادر خود. میگو دیونه کنی؟ بله. دیونه کنی؟ دیونه؟ آه. نه. مادر اینجا چیکار میکنه؟ ماما. من بچه مادر خونم. تو بچه مادر خونی؟ ها. مادر تو به اینجیه؟ ها. تو از کجایی؟ مادر ماما زن شما نه. تو از کجایی تو؟ معذرات آمدم من انا پیار من مثل که 35 سال پیش معتاد شده بیدم گم شدنه. قوما ما تا حال خبر نداشتم گفتن که مادر تو رامی ماما غلامت دوتریست و نگو با فرایه. انا شما بریم یک دقیقه به شما به تحصیلا بگم. تو بیا به سرا بیا. یالا کنی. یالا بیا. دیگه. بله. بیا دیگه. سگ نداری؟ نه. ماما. همین که بریم اونجا به شما دو کلمه گپ بگم. بیا. بگو گپا خوب. گپا ما همینا بود دیگه ماما جان. شما مادر مرستوندین. مادر شد؟ ها. مادر تربستون 35 سال میشه و خانه منه. خب. بفهمیدی؟ توی تخوردی بیدی. 2 سالی بیدی که حساب کن. پیار تا خدا بیامرزه با مرده بود. که من مادر تربستون تویش نمی فرا بلد شدی؟ ماما من درست و برکت کردم من دل خون چک میکرد. من میتو بیام آدم ماما ازی بر بزی بر امون زرته بازار رو گشتم با من به ایراد بگفتم من گفتم که چیزی او آدم خیلی مردم میشناسم اسم ببری همینطور که بیام آدم می جاده یک بار پرسن کردم یک نفر گفتم ماما جا میتو برو درختا لیلی چیزیه درختا چنار سفیدی نه همینطور 10 ساله کلونی در جلوی 10 ساله نه جو اویه اوش کو نفتی. من گفتم خوبه نمیفتم. انا بیامدم تک کردم دیگه. مادر من به کجایی ماما؟ مادر تو؟ مادر تو حالا جای رفته میای. بیا اینجا. میگم با تو که قصه کردم که من برو تو گلک گفتم که خودتگاه که بگم بمونده بعد از 35 سال هنی بیامده بفهمیدی تو مادر خورده برا خونه خوار خود بفهمیدی اگه این بفهمه که این همون بچه اینه بفهمیدی مادر تو دل میتره بفهمیدی که چی گفتم مادر خوب برا بزو سر برا که من میرسو که دارم ببرم بخونه برو دیگه برو میگم کاکا جو سایکو که چی میگم همین داستان اختیارات تو کی کرد خودی کی زندگی میکردی ها داستان چی؟ همین داستانی که تو میگی که همین مادر تو من بستاندم همین داستان تو کی اختلاط کرد همین
همین فرد مثلا همین با تو کی بگو خودی کی زندگی میکردی که ما بفهمم. با من جگه یک مرتکه که بیدک انا خود یک بچه داشته کنه میگفته که من انا ماما مادرتونم. خب من ماما مادرتونم. من اینجا خود از اینا تیر میکرده. من اونا هم سرزمین ها کشاورزی و ایت گپا داشتم. من همیتا خود اینا کار میکردم. من زنم ندادم. هرچی میگفتم زن بدین زن بده. من میگفتن خوبه خوبه خوبه. انا یک روزی انا همی 3-4 روز بیشتر اما جگه یک خوارزاده اینا به نام عباس بیدن به من اختلاط که گفته که انا گیلگ گفته تو که هستی انا مادر تو انا به فرا اونجا شو کردم. انا پیار تو معتاد شده بوده. پیار تو گم شده. 5 سال مادر تو بیشتر نشیشته. هم تا که تو به دنیا آمدی مادر تو انا بیشتر نشیشته. هم تا که تو به دنیا آمدی پیار تو گم شده. مادر تو 5 سال بیشتر نشیشته. انا تو بداده به زینا به فرزندی. انا برفته قومو خورستونده به فرایه. انا من طاقت من هم گفتم مادر خود ببینم بعد از 35 سال. انا میتو بیا آمدم دیگه میتو بپرسیدم شما بگفتم اینجا حال مادر من کجای ما یک دقیقه مادر خود ببینم. سایکو کاکا جو این گپ که تو راست میگی که 35 سال میشه مادر تو بخونه منه بفهمیدی 5 سال ساکو پیار تو گم شد. بعد از 5 سال مادر تو شو کرد که ما بور بستونم. حالا بعد از 35 سال تو پیدا شدی ما دیگه بیشتر تو رو مادر تو معرفی کنم دل میترقه ها تیشته فرا بلد شدی تیشته بیامیدی چی رقم بیامیدی. خب بیا آمدم ماما ایتا نمیشه مادر من تأثیر باشم هیچی نگیم من هیچی که دیوالا نگاه میکنم. حالا که مادر تو برفته خانه دختر خورفته بفهمیدی. خونه مادر من دختری دارم. این بچه گر چه کارش مونه؟ این برار تونه این برار کلون تو امینه دیگه بچه کلون امینه. من از این کلون ترم. خب دیگه توی کلون تری دیگه پس تو کنه خورتگاه کی؟ دادی هم دارم من. بفهمیدی؟ دیگه تو نمیشه که طور بیاک دم بزن نشون اول بیاک دم طور برای نشون دو دل میترده. مگر تو خوشخوشا که میتو راهنمایی کنم کم کم بتون نشون دو بتون معرفی کنم. گیلک جان بریم با بالا که چای هم بخوریم. با بالا این سرا شما نه؟ بر خودتی بچه چه کار کنم؟ یه دو میشه اول خسته آماده سراغی سرام رو پیدا کرده. من نمیشه برازی دروغ گفتم که من زن خود گفتم تو برو خونه دختر خورو. این هم که قرار خدا میشه که مادر و بچه به هم دیگر معرفی نکنم. این هم که گناه داره که این را دینجا خونه خوب در کنم. میشته کنم چی خاک رو سیاست کنم که دوی شهر رو خسته بیامده و این همی فرا اشتو بلد شده این خونه مر اشتو بلد شده. کیر میگی ماما؟ همی گله کرد میگم از اون شهر رو خسته بیامده گله بله بیا اینجی میگم من اصلا به پرسانم نکردم که میشه فرا اشته بلد چی دیشته میدی؟ چی رقمه میدی؟ کی؟ به این فرا اشته میدی تو به این سرامو من بابا عباس گفته که گیل نگفتم گفته که تو چیزی تو چی؟ تو چه گریه میکنی؟
شواریده محمد جان بیامده به تمام موتورم کته بشیشتم بیامده سلام گفتم برو به سلام اونجا بپرسی والا معروفیه غلام من دوتریه بیامده امروز تابشون میگشتم الان در نوازگر که بیامده درس رو تکتیک کنم که همین بچه شمانه الان این گفته که هنی سرا غلام من دوتری دیگه حالا بابا کجای مدرمه گیلک جو مادر تو ری کردم با خونه دختر خو ری کردم خب با واسطه که میفهمی خب من دعده ندارم خب گوش کرد 35 سال میشه مادر تو با خونه منه با چی قانون معنیه سیکو میبینی کو نمیشته میکنه اگر تو رو همال با مادر تو معرفی کن که تو حسابی با چه تونه دل میتره رسمی من میشه با دستان رو ری کردم خونه دختر ری کردم رسمی کاکا جو یکن که برو بوم میری فکر تو باش که یک دم بوم تحریک مثلا نفتی که تا کوچه وی بره نه دیگه تحریک دیوار نداره بفهمیدی؟ این رو تو میگم این هم نمیشه که تو امیت یواش بفهمیدی خوش من بیامدم من پیش بوده خب مستگم من پیش شما مستگم من اگه من ایراد نمیرم خب سیکو تو این هم نمیشه که تو بیاد دم بزنوشون امیت خوشک میگه این میمونی و چه کار امیت کم شما معرفی میکنم من هم بگیم این تداری که پیش بوده خب میشینم به من اشاره کنیم که گریه نکنم بگیم خاطر من بشه یک دمی خدای نکرده خاک به زبون شما میشه به گریه شما بگم گریه نکنی در مدت بتون شده بفهمید بگم خوب خوندنم یه درکای خوندن جون خوندنی؟ با مادر خوب خونم این ندارم خوندن یه درم تو خون آی سرم درد میکنه مادری من دلارام بایی دو دست خور بگیره با سری من ای جانم های دو دستی خور بگیره و نداره الهی کم شوه دردای سری من های داد و بیداد خدا از من گریف با دیگری داد با قربان سر و پای تو می شما در من فدای قلبی زیبای تو می شما در من ما قربان سر و پای تو می شما در من فدای قلب زیبای تو می شما در من به من گفتی نیا ناوقت به خانه دیگر نکن بهانه فدای فکر و سودای تو می شما در من مکو خاک کفه باید دل بگه گریه میکنه کاکا نمیتونی من گریه میکنه
برو کمیه بیارم تیستشونو. بگو باشم مادر تو ببینی گریه نکنی نه. با یک دمتون نشون بده مادر تو گریه نکنی که بود یک دم داستان دل بترکه چشم چشم برو کمیه بیارم خوب. işte بدبخت شدم تا ایران به معرفی کنم چقدر رنج میبرد